سلام به همگی، من ایمتی هستم. سلام، امیر محمدم. خوشحالم میبینمتون به یه قسمت دیگه از پادکست نگهبانی خوش اومدید. ما تو این قسمت دوست داریم راجع به موضوعی صحبت کنیم که به خصوص برای من خیلی مهمه. خیلی وقته که تو فکرم راجعش صحبت کنم و فکر میکنم که موضوع به نسبت به روزی باشه و هممونم کم و بیش باهاش مواجه میشیم. موضوعمون چیه؟ تو عادی. موضوعمون آموزش زبانه. چه انگلیسی، چه آلمانی، چه هر زبان دیگه ای. موضوعمون کلا امروز زبانه، آموزش زبانه. جایگاه یه معلم تو ایرانه، شرایط آموزشی تو ایرانه، فرقش با اروپا و آمریکا و از این قبایل مسائل. درسته؟ خیلی عالیه. خب ببین الان اگر شما تو اینستاگرام یه سرچ کوچیک بکنی به اسم معلم فکر میکنم که میلیونی برات پیج میاره. به ترتیب زبان میاد. اصلا وحشتناکه. ببین چه انگلیسی، چه آلمانی، چه زبانهای دیگه به طور خیلی زیادی برات پیج میاره و همشون هم ادعاهای مختلف دارن. روش نوین تدریس، بهترین روش تدریس، روش جدید یادگیری در 1 هفته، نمیدونم یادگیری در 40 روز و هزاران نوع تبلیغ مختلف. و فقط هم تو ایران همچین چیزی هست. تو کشور اروپایی به شدت کمتره. من حداقل تو آلمان میتونم تجربه خودم بگم که خیلی کمتره. هست، هنوز افرادی هستن، ولی همون افرادم با ما فرق میکنن. ببین من برای یه مثال ساده میزنم. شما اگر مثلا دندونت درد میکنه میری کجا؟ میری دندون پزشک، درسته؟ اگر 10 تا دندونات خراب بشه 10 بار 15 بار بری دندون پزشکی، میتونی بعد بار 15 خودت دندون کسی درست بکنی؟ نه. چرا نمیتونی؟ بلد نیستی، تجهیزات نداری. چیشو نداری؟ تجهیزات علمشو نداری. باریکلا. نکته اصلی علم چی؟ علم اون کار دندون پزشکی رو شما نداری. یه دندون پزشک چیکار کرده شده دندون پزشک؟ رفته اول کنکور تجربی داده، بعد رفته وارد دانشگاه شده، نمیدونم 4 سال 5 سال درس خونده، بعد دوره نمیدونم قطعا تو دوران تحصیلشون یه مدت زیادی پیش استاداشون میرفتن، بعد کم کم از کارهای کوچیک‌تر شروع کردن به کارهای بزرگتر رسیدن، کنار دست کسی کار میکنن. یعنی یه سیر مختلفی طی میشه تا طرف به خودش میگه من دندون پزشکم و میتونه مطب بزنه، میتونه پروانه کسب، پروانه کار بگیره، حالا هر چیزی که هستش و میتونه باش کار بکنه. ولی توی رشته آموزش اینجوری نیست. کجا نیست؟ تو ایران شما بعد 10 جلسه آموزش زبان میری برای خود پیج میزنی میگی من معلمم. آقا چه جوری به خودت همچین اجازه میدی همچین حرفی بزنی؟ ببین یکی از مشکلات، خیلی موضوع طولانیه، من خیلی برام مهم راجع بهش صحبت کنم. یکی از مسائل اینه که ما تو ایران قانون اینی که هر کسی هر چیزی دلش میخواد میتونه برای خودش تبلیغ کنه. شما میزنید آقا روش نوین تدریس کجاش نوینه؟ چرا نوینه؟ چجوری میتونی ثابت کنی روش نوین؟ ببین کسی که میخواد معلم بشه، من مثال میزنم، من 8 سال تو مؤسسه گوته درس میدم. مؤسسه گوته یه مؤسسه آموزشی زبان آلمانیه که در تقریبا همه کشورهای دنیا یک شعبه‌ای داره. وظیفش آموزش زبان آلمانیه و برگزاری امتحانات آموزش زبان، امتحانات آلمانی. یعنی شما میخوای مثلا مدرک B1 B2 C1 حالا هر مدرکی میگیری بعد بیای گوته این امتحان رو بدی، مدرک رو بگیری، بری دنبال کار زندگی. حالا درس میخوای بخونی، کار میخوای بکنی. من میخواستم وارد گوته بشم. چند سالم بود؟ 21 سالم. 2 سال قبلش سابقه تدریس داشتم. 19 سالگی شروع کردم درس دادن. دبیرستانی خیلی زود شروع کردم به تدریس. رفتم مؤسسات کوچیک، خیلی کوچیک. دانشگاه دیگه، اول دانشگاه. آره رفتم مؤسسات خیلی کوچیک و اینجوری بودم که اصلا هیچ ایده‌ای نداشتم مثلا تدریس چیه، تدریس چجوری کار میکنه، تدریس بعد چی کار بکنی، نه بعد چی کار بکنی. هیچ دوره‌ای ندیدم و چون آلمانی خوب بود، یعنی آلمانی کامل بود به خاطر خب سالایی که آلمان زندگی می‌کردم، به بلافاصله میگفتن آقا شما بیا کار کن.
هیچ هم ازم دوره مدرک نه PTC و نه فلان و بیسار و هیچ چی ازم نمیخواست. بعد یکی دو و فکر می‌کردم خیلی تدریسم خوبه. بعد یکی دو ساعت پدرم بهم گفتش که آقا جان شما بیا برو مؤسسه گوته دوره معلمی رو ببین. مؤسسه گوته هر سالی دوره معلمی میذاره. بیا دوره معلمی رو ببین ولی برات زوده، ممکنه زود باشه. فقط تو برو مدرکشو بگیر. 3-4 سال برو جای مؤسسات بهتر کار کن، 3-4 سال دیگه برو گوته. یعنی مدرک رو بگیر برو بقیه مؤسسات درس. من اول اینی که شما باید مدارکتو بفرستی، بعد دعوت میشی به مصاحبه. تو مصاحبه ما 7 نفر هم مصاحبه کردیم. 50 نفر مثلا متقاضی دوره مدرسی بودیم. از ما 50 نفر 10 نفر رو سلکت کردیم. من خدا رو شکر جز اون 10 نفر و وارد دوره شدیم. وارد دوره شدن به معنی استخدام شدن در پایان دوره نیستش. خب چه جوری بود؟ ما هفته یک بار کلاس داشتیم. میرفتیم مؤسسه، یه شخصی میومد که با ما کلا صحبت میکرد و ما یاد میداد که آقا آموزش زبان اصلا چیه، چه جوریه، اصلا زبان چیه، زبان چطوری شکل گرفته، فرق زبان مادری با زبان خارجی چیه، زبان دوم چیه. تازه ما اینا رو فهمیدیم و با ما شروع کردن کار کردنشون هم فرق میکرد که اینجوری نبود که استاد بیاد سر کلاس شروع کنه رگباری حرف زدن. کار اینتراکتیو بود. ما باید کار میکردیم، یعنی سر کلاس هم ما در حال کار کردن بودیم. وقتی یه روز کلاس 8-9 ساعت هم کلاس بود. وقتی تمام شد ما میرفتیم خونه. 2 هفته تمرینات آنلاین در ما باز میشد. ما تمرینات آنلاین رو انجام میدادیم و میرفت آلمان تصحیح میشدیم تمرینات. بعد 2 هفته دوباره یه کلاس دیگه داشتیم. این دوره آموزشی 6 ماه طول کشید. یعنی ما تو این 6 ماه بالای 1000 صفحه کتاب خوندیم. چیا میخوندیم؟ اصلا زبان چجوری شکل میگیره، دوره‌های اصلا قدیم چجوری زبان تدریس میشد. ببین زبان خارجی توی قرن 20 خیلی معنا پیدا کرد. چرا؟ چون رفت آمدها خیلی آسان‌تر شد، مردم با کشور دیگه میرفتن. خب بعد سوال اینجوری خب یادگیری رو باید چیکار بکنیم؟ متدهای مختلف اختراع شد. روش ببین بهش میگن آلمانی لرن تئوری. تئوریای یادگیری اصلا انسان چجوری یاد میگیره، اصلا آموزش زبان رو کاری نداریم، با اون یه بخش روانشناسی چجوری یاد میگیره. اینا لرن تئوری اومدن روی زبان هم تاثیر زیادی گذاشتن. توی قرن 20 متدهای مختلف زبان ایجاد شد. روش ترجمه گرامر که هنوزم تو ایران داره با این روش تدریس میشه. یکی از دلایل اصلی که زبان ما تو ایران انقدر ضعیفه اینه که ما هنوز داریم با روش سال 1900 کار میکنیم. روش ترجمه گرامر یعنی چی؟ یعنی استاد میاد سر کلاس میگه آقا مفعول با واسطه اینه و کلاس فارسی برگزار میشه. نه کجا کلاس با فارسی؟ خیلی تمام کلاسی که تو مدرسه های ایران ما مدرسه زبان یا آقا ما این همه تو مدرسه آموزشگاه هم اکثرا همینه. حالا مثلا میری اصلا کلاس کانورزیشن معنی نداره. ما کلاسی نداریم تو بتونی فقط بشین کانورزیشن کار کنی. زبان خیلی کامل‌تر از این حرفاست. زبان خیلی پیچیده‌تر از این حرفاست. حالا به اینا میرسم. شما روش ترجمه گرامر چیه؟ تمرکز فقط روی ترجمه است و روی رایتینگ معمولا. بعد یه مدت اومدن دیدن خب نه این خیلی جوابگو نیست. یه سری ابزارها اختراع شد، مثلا CD ریکوردر که میتونستن صدا پخش بکنن. یه روش جدیدی اومد، گفتن خب آقا ما میتونیم مثلا با صدا لیسنینگ کار بکنیم. لیسنینگ اهمیت پیدا کرد، درجه لیسنینگ اومد بالا، همین که لیسنینگ اومد بالا اسپیکینگ اومد بالا. همین این یه سری رو تر کرد. حالا گذشت چندین متد و تئوری اومدن تا رسیدن به قرن 21. گفتن آقا یک انسان خیلی متفاوت تر از این است که ما بتونیم یه متد اختراع بکنیم که برای همه جهان صدق بکنه. یعنی نمیشه ما بگیم که چرا؟ چون هزاران چیز تاثیر داره. بک‌گراند تاثیر داره، موتیویشن تاثیر داره، مکان یادگیری تاثیر داره، هزاران فاکتوری که روی یادگیری تاثیر میذاره. گفتن خب ما نمیتونیم بیم یه متد بسازیم که همه دنیا با این متد کار کنه. اومدن 12 تا آلمانیش میشه پرینسیپ، گفتم میشه اصول.
آره پرینسیپل. آره تعریف کردن، گفتن آقا یک کلاس زبان خارجی خوب این 12 تا اصول رو باید رعایت بکنه. کی تعریف کرد؟ دانشمندای زبان. ببین اصلا ما یه رشته‌ای داریم به اسم Fremdsprachen Didaktik، یعنی Foreign Language Didaktik، آموزش زبان خارجی. اینا اومدن گفتن آقا 12 تا اصول داریم. مثلا یکی از اصولش اینه که آقا دانش آموزان، زبان آموزان میبایستی در پایان یک کلاس زبان به این قابلیت برسن که با اون چیزی که یاد گرفتن بتونن کمیونیکیشن انجام بدن، یا بتونن یه چیزی حرف بزنن یا بتونن یه نامه یه چیزی بنویسن. یعنی اون گرامری که یاد میگیری باید بتونی ازش در قالب یه چیزی استفاده بکنی. اون لغتی که یاد میگیری باید در قالب یه چیزی یاد بگیری، بتونی استفاده بکنی. پیجای اینستاگرام میاد یارو صبح اینجوری میذاره خب دی لامپه میشه چرا. خب آقا مگه زبان کلمه است؟ زبان تشکیل شده از هزاران فاکتور. تو نمیتونی با پیج اینستاگرام بیای برای خودت بگی آقا امروز لامپو من یاد میدم، فردا مبل رو یاد میدم و تو زبان یاد بگیری. ببین حالا جالبه، ببین ما تو ولی یه نکته هست، اینا ادعا نمیکنن که ما کلاس زبانی ما. خب نه ببین این داستان اینه که یارو میاد تو اینستاگرام اینا رو میذاره بعد شاگرد میکنه، شاگرد جذب آره میکنه. نوش جونش. آره. من که مشکلی ندارم با این مسئله، ولی استادی که خوب باشه انقدر بیکار نیست بیاد پیج بزنه. خودشون میان دنبال اون استاد. حالا من برمیگردم به دوره آموزشی. ببین مثلا ما 2 هفته اول فقط با آموزش مثلا فقط کار میکردیم. آموزش چجوریه؟ چه فاکتورهایی باید داشته باشه؟ بعد اومدن با ما اسکیل کار کردن. آقا اسپیکینگ چیه؟ یعنی ما مثلا 2 هفته فقط کار میکردیم آقا اسپیکینگ چیه؟ ویژگی‌های انفرادی اسپیکینگ چیه؟ خصوصیات اسپیکینگ چیه؟ اسپیکینگ چجوری تمرین میشه؟ لزومات اسپیکینگ چیه؟ تمام اینا رو نشستیم کار کردیم. بعد رفتیم سراغ مثلا رایتینگ، لیسنینگ. آقا تو اینجوری نیستش که بیای سر کلاس برای طرف لیسنینگ بذاری طرف بتونه گوش بکنه. اصلا اینجوری نی. تو باید قبل لیسنینگ علاقه طرفو بیدار بکنی. ببین اینا همش علمی ثابت شده است. یعنی مثلا یه پروفسور آمریکایی روانشناس اومده 30 سال کار کرده و به این نتیجه رسیده رو 1090 تحقیق کرده که اگر تو می‌خوای راجع به یه چیزی یاد بگیری، اگه قبل اون یادگیری بهش میگن فورویسن، یعنی اطلاعات قبلی اون شخص رو بیدار بکنی، یادگیری بهتر شکل میگیره. خب لیسنینگ می‌خوای کار بکنی. اصلا چند نوع لیسنینگ داریم؟ لیسنینگ گلوبال داریم، یعنی آقا تو یه چیزی کلی به متوجه بشی. لیسنینگ سلکتیو داریم، تو یاد میگیری و یه سری چیزا رو سلکت کنی. لیسنینگ دیتیل داریم که تو یاد بگیری 90% اون چیزی که میشنوی باید بتونی بفهمی. تو چه لولی باید چی کار بکنی، چه تمرین‌هایی برای چه بخشیه. و مثلا قبل لیسنینگ باید چیکار کنی، بعد لیسنینگ باید چیکار کنی. اصلا برای چی داری این لیسنینگ رو میذاری؟ حرف اینه که میگه الان رعایت نمیشه. اصلا نمیدونن اینا چیه. یه تو خود گوته هم رعایت نمیشه. تو گوته نه، ما تو گوته خب 1 سال دوره دیدیم. ببین یه کتابی سال 2000 زبان انگلیسی من خیلی جاها دیدم یعنی چیزایی که داره میگی خیلی رایجه. یعنی طرف که مثلا میاد سر کلاس با عنوان یه استاد خوب زبانه اینجوری نیستش که واقعا مثلا ندونه یا پرت باشه. دوره‌هایی دیدن. ببین دوره‌هایی که دیدن هیچ کدوم بر اساس متد روز نیست. اصلا طرف رفته کمبریج آموزش دیده کجا باید بره مثلا مریخ. من اگه هستش که خیلی خوبه، ولی فکر نمی‌کنم مثلا انگشت شمار کما طبیعتا، چون فقط شده بیزینس، فقط شده پول. آقا من میام آیلتس کار میکنم، مثلا 6 هفته‌ای تو آیلتس میگیری. آقا اصلا این حرفا چیه بخوره؟ 6 هفته. ببین سال 2001 اتحادیه اروپا اومد یه چیزی سامانه دقیقاً اصطلاحش هم میگم چارچوب اروپایی مشترک مرجع برای زبان‌ها. این چیه؟ اروپایی‌ها اومدن گفتن آقا اگر کسی میخواد تو اروپا زبان یاد بگیره، چه آلمانی، چه ایتالیایی، چه فرانسوی، چه اسپانیایی، باید یه سری اصول رعایت بشه. اول اومدن لول بندی کردن A1, A2, B1, B2, C1, C2. بعد اومدن برای هر لول یه سری توانمندی‌ها تعریف کردن. یعنی چی؟ یعنی آقا کسی که لول A1 رو تموم میکنه باید بتونه در انتهای لول A1 یه سری کارا رو انجام بده. مثلا بتونه خودش رو معرفی کنه، بگه آدرسش کجاست، بگه خونه‌شون کجاست.
A2 همینطور، B1 همینطور، B2 همینطور. بعد دوباره اینا ریزبندیش، یعنی شاخه بندی شده. اسپیکینگ آخر A1 طرف باید چیکارا بتونه انجام بده. اسپیکینگ مثلا آخر ریدینگ لول B2 طرف باید چه کارهایی بتونه تو ریدینگ انجام بده. اینا همه تعریف شد. ما همه اینا نشستیم خوندیم یاد گرفتیم. منی که میخوام کلاسمو برنامه‌ریزی کنم، در برنامه‌ریزی کلاسم 1000 تا چیز رو بررسی بکنم. یک، شاگردام در چه سطحی ان؟ هدف من از اون 90 دقیقه کلاس چیه؟ آخر 90 دقیقه بچهای من باید به چی برسن؟ میخوان حرف بزنن، میخوان بنویسن، چی میخوان یاد بگیرن؟ تو این برای رسیدن به این هدف آخر 90 دقیقه من چه نیازی به چه کارهایی دارم؟ مثلا بعد لیسنینگ بذارم، برای ریدینگ بذارم، بعد تمرین داشته باشم برای گرامر و تمرین داشته باشم برای لغت. اینا همه داستان‌های ریزبندیش. ببین همه اینا ما براش 1 سال دوره دیدیم. همون 2 هفته اول دوره آموزش من مثلا گفتم آقا مثلا آموزش 5 مرحله داره. مرحله اول مرحله مقدمه است. بچه‌ها میان سر کلاس، تو باید یه مقدمه داشته باشی که بچه‌ها رو برای اون موضوع با اون موضوع آشنا کنی. مرحله دوم پرزنتیشن معمولا یا یه ریدینگ یا یه لیسنینگ. مرحله سوم میای از این ریدینگی که یه پرزنتیشنی که داشتی یه چیزی استخراج میکنی، یا یه گرامر، معمولا گرامر استخراج میشه، یه رویه قانون گراماتیک. روش 4 مرحله 4 رو میای این گرامری که خوندی رو جا میندازی. بچه‌ها اصلا همین اینا دوباره تقسیم بندی میشه. طرف خود شاگرد باید گرامر رو یاد بگیره. یعنی چی؟ یعنی تو میای یه تمرینی برای بچه‌ها میسازی که بچه‌ها خودشون به اون گرامر میرسن و توی معلم نمیای مثل 200 سال پیش پای تخته بگی خب بچه‌ها امروز می‌خوایم راجع به مفعول بی‌واسطه صحبت کنیم. مفعول بی‌واسطه بچه‌ها مفعول نه، اینجوری نیست. بعد تمرین‌هایی بسازی که بچه‌ها خودشون به اون گرامر برسن. ببین توی روش نوین تدریس معلم نقش مربی داره. مثل مربی فوتبال. از کنار فقط هدایت میکنه، خودش وارد داستان نمیشه. یعنی یه جوری کلاس رو ببین، مثلا کلاس خوب کلاسی که معلم تا جایی میتونه اصلا حرف نزنه. یعنی بچه‌ها کلاس جوری باشه که بچه‌ها همه کارو بکنن. اینا تو ایران کجا تعریف میشه؟ بابا شاگرد دارم بعد مثلا 5 ترم رفته پیج زبان آلمانی زده. بعد 5 ترم یعنی تو چه رو بیوان مثلا طرف رفته پیج زده. بابا تو آخه چی میفهمی یعنی چی؟ بعد اینو باید بگم ما اون دوره آموزشی که تو گوته میدیدیم همه ماها مدرک C2 داشتیم. یعنی مدرک C2 بالاترین مدرک زبانی که تو میتونی از یه زبان بگیری. من بالاترین نمره آیلتس چنده؟ 8.5. نه 9 دیگه. 9 یعنی 9 آیلتس. نمیگن الان باید 9 داشته باشی مثلا مؤسسات یا مثلا بین 6.5 تا 8. ما اصلا شرط ورودمون C1 بود، شرط استخدامیمون C2 بود. ولی خب همه مثلا باید TTC بگذرونن یه سری دوره، یعنی اینجوری نیستش که از تو خیابون بلند شی بیا یا بگی من انگلیسی میتونم صحبت کنم بس. خب همینه، ولی تو ایران اکثر جا همینه. خب ببین البته جای خوب ببین تو مثلا آلمانی داری گوته رو مثال میزنی. آره انگلیسی هم مثلا بری مؤسسه‌ای که توی محله او چشت میخوره بری داخل، آره ممکنه همینجوری پیش بیاد. ولی مؤسسات تاپ مثلا زبان انگلیسی هم نمی‌کنن. یعنی ببین من فکر نمی‌کنم ما این معلمایی که الان مثلا یه آیلتس 6 بکنم میشه بیوان. تو با بیوان نمیتونی تدریس کنی. آقا چه جور میشه کسی که خودش کلاس 5 دبستانه بیاد کلاس اول رو درس بده؟ ببین مثل یه کسی اونه که تازه ریاضیات گرفته. تو باید لیسانس ریاضی حداقل بگیری تا بتونی به یه بچه اول دبستان بتونی درست ریاضی درس بدی. و همون هم نمیتونی. باید یاد بگیری تدریس چیه. ببین ما خب مثلا به دوره برگردیم به دوره گوته. بعد 2 هفته شروع کردیم اسکیلا رو کار کردن. اسکیلا رو کار کردیم، رسیدیم به اسکیل های کوچیک‌تر مثلا واژگان، مثل گراماتیک. خب اصلا آقا گرامر چیه؟ به چه درد آدم میخوره؟ ایرانی‌ها فقط میگن آقا گرامر به ما یاد بدید. جدی؟ چرا؟ اکثر ایرانی‌ها اینطور. اکثر مثلا افرادی که مثلا 20 سال به بالان، افراد بهش مثلا مسن‌تر میگن آقا گرامر این چیه؟ آقا تو الان گرامرت فول، وقتی نتونی از اون گرامر استفاده کنی به چه دردت میخوره؟ وقتی کلمه نداری که مدرسه های ایران که عربی بچه یاد میگرفتن میشستن باشون این 70 چیا رو کار میکنن. 70 چی داشت عربی؟ یادم نمیاد. عربی 70 افعال و نام و تو میای گرامر یاد میگیری، میتونی هم گرامر استفاده بکنی.
امروز میخوایم بچه‌ها ماضی نقلی در زبان انگلیسی یاد بگیریم. بابا اصلا به چه دردت میخوره ماضی نقلی اصلا؟ بعد بتونی یاد بگیری از اون استفاده بکنی. خب مثلا اصلا بزرگترین مشکل همه آموزش زبان واژگانه. این واژگان میشه گفت مهمترین بعد تو یادگیری یک زبان. من اصلا موضوع تز ارشدم انتقال واژگان بود. یک کتابی هم راجع به انتقال واژگان نوشتم، چاپ شد. که اصلا یاد واژگان چیه؟ چند دسته واژگان داریم؟ اینا رو یه معلم باید بدونه، نه شاگرد. اصلا به شاگرد این مسائل ربطی نداره. یه معلم خوب اینا رو میدونه و ازش به عنوان ابزار استفاده میکنه. یادگیری واژگان چجوری شکل میگیره؟ معمولا تو انگلیسی چجوری یاد میگیری؟ میای این ردیف چپ مثلا مینویسی بوک، ردیف راست مینویسی کتاب. دستتو میذاری رو بوک، میگی کتاب کتاب بوک بوک کتاب. این اون شیوه آموزش 1900 الان اینجوری اصلا اونم به خدا نیست. الان پس نه، یعنی توی زبان انگلیسی من که مدرس نیستم ولی خیلی هم کلاس نرفتم، ولی یه برهه‌ها یاد کلاس ها رو رفتم ببینم. این چیزایی که در مورد آلمانی میگی تا حدود زیادی به انگلیسی هم میشینه. یعنی اینا هم نمیشه که مثلا توی کشوری فرض بکن زبان آلمانی بره بگن اینجا دیگه خیلی خفنه، بقیه زبان هم چون زبان الان اصلی خب زبان انگلیسیه. یعنی اصولا اون احتمالاً از لحاظ تکنیک‌های آموزشی، تکنیک‌های یادگیری اینا اگه نگیم جلوتره خیلی بعیده که عقب بمونه، چون متقاضیش بیشتره. یعنی سالیانه تعدادی که مثلا دارن آیلتس میگیرن یا نمیدونم به مراتب از سی و سی پی اینا میگیرن تا تستافیا مثلا خیلی بیشتره. ولی قبول دارم مؤسسه خوب و تراز و درجه یک داریم مثلا گوته و اوکایف و اینا. تو انگلیسی هم همینه. مؤسسات باری به هر جهت هم داریم. آره باری به هر جهت زیاده. بر من SMS میاد یادگیری آموزش زبان آلمانی. بعد من خیلی کرمم میگیره. چقدرم گرونه. من زنگ میزنم میگم سلام من میخوام زبان آلمانی یاد بگیرم. به خدا چند بار این کار کردم. بعد جو کرمشون میخوام. میگم خب شما استادتون کی؟ میگه آقای فلانی. میگم مدرکش چیه؟ میگه ایشون زبانشون خیلی خوبه. میگم مدرکش چیه؟ لیوان B2 و C2 داره. میگه مثلا یه چیزی میگه داره. مثلا یه بیوان داره. میگم خب مدرک تحصیلیشون چیه؟ مثلا این مهندس مکانیک. یا آقا مهندس مکانیک چه ربطی به آموزش زبان داره؟ چه ربطی داره اصلا؟ به عنوان یه بیزنس فرعی مسئله دیگه. چجوری تو به عنوان مثلا تو برو ماشین تو بساز. آموزش زبانی من میرم ماشین بسازم. ببین من انقدر هرس میخورم از این موضوع. انقدر هرس میخورم از این موضوع. آقا تو کاری که تخصص ندارید دخالت نکنید. من هیچ وقت ادعای پزشک بودن، مکانیک بودن، حقوقدان بودن نمی‌کنم. ولی همه تو زبان ادعا میکنن. آقا زبان یه چیز پیچیده. خب واژگان چجوری آدم یاد میگیره؟ مثلا واژگان مغز انسان مثل تار عنکبوت میمونه. این علاوه روانشناسی ثابت شده است. یعنی علاوه علمی کاملا ثابت شده. مغز انسان تار عنکبوت میمونه. تمام این شاخه‌های عصبی مثل تار به هم دیگه وصلن. دیدی حرف میزنی توی زبان خارجی یه لغت یادت میره و به اون لغت مثلا من رفتم فلان جا اینو خریدم اون لغت یادت میره. هی فکر میکنی اون یه دونه یاد نمیاد. چرا؟ چون این رشته های عصبی درست به هم دیگه وصل نشدن. مغز باید بره بگرده دنبال اون لغت بیارتش. ولی اگر تو بتونی لغت رو در قالب لغت هایی که تا حالا یاد گرفتی یاد بگیری به اون اضافه بکنی میره توی حافظه که باید بتونی درست ازش استفاده بکنی. یعنی مثلا تو میگی من رفتم لپتاپ را خریدم. مثلا خریدم فعلش به آلمانی یاد نمیاد چی میشه. اگر در قالب چیزی که باید درست یاد بگیری بلافاصله مغز میگه آقا خریدم مثلا میشه. مغز یادش میاد. ولی اگر مثلا بیای دستتو بذاری بوک میشه کتاب، این لغت کجای مغز حافظه؟ اکثرا یادش میره آدم. بالای 50% لغاتی که آدم یاد میگیره بعد یه هفته یادش میره. من دقیقاً همین کارو میکردم یه باره‌ای و کار جالبی هم بود. من یادم اومدم این مقاله خوندم. مقاله بود خدای چی بود؟ شاید هم یه وبسایت بود. بعد آقا این نوشته بود که شما برای اینکه بتونید زبان رو در سطح متوسط یعنی برقراری ارتباط در حد روزمره بکنی 3 تا 5000 لغت عامیانه اون زبان اگه یاد بگیری شما میتونی یه گرامر متوسطی هم داشته باشی دیگه میتونی شروع کنی که به اینا
با مردم توش 3000 تا لغت نوشتن. من نه میدونی چیکار کردم، رفتم یه سری کتاب از تو بازار گرفتم. بعد اینا اینجوری بود که آقا مثلا برای آلمانی هم بود، اتفاقا برای آلمانی فکر کنم یه 2 جلدی اصلا اینجوری خوندم، هر کدومش 3000 تا لغت بود با مثال. من اومدم این 6000 تا رو خوندم. بعد لول چند بودم؟ لول فکر کنم مثلا نمیدونم A2 بودم، آلمانی انگلیسی آلمانی. بعد خب بعد آقا اینو خوندم، خیلی هم حس خوبی بود دیگه، خیلی لغت میدونستم. بعد یادم کلاس‌ها رو که میرفتم یه جایی رسید انگار مثل آش هست، همه چی رو میریزی هم میزنی. ببین دیگه قاطی پاتی یادم میومد، یعنی مثلا چه میدونم به جای یه صفت یه چیز دیگر رو میگفتم، بعد میگو بابا اینو از کجا آوردی به جا اون، یعنی قشنگ پاره پیچیده بود. ببین طبق همون کتاب اروپایی که بهتون گفتم اون اومده تعریف کرده، میگه آقا کسی میخواد ایوانو بگیره این لغت ها رو باید یاد بگیره. مثلا 1000 تا لغته، بیوان مثلا 2000 تا لغته، تعدادش هست. سیوان آقا اینقدر لغته، تو نباید بیای تو ایوان مثلا به شال یه چیزی یاد بدی که اصلا بکارش نمیاد. دقیقاً آره. فکر نکنید مثلا تو روز میتونید شما 200 تا لغت یاد بگیرید. مغز یه ظرفیت محدود داره، 500 ترابایتی نیستش که تو روز میتونید 10 تا لغت بگیری، 15 تا لغت بگیری. ولی اگه بیای تو روز 400 تا لغت بگیری بعد یه هفته یادت رفت اون 400 تا لغت. خب ببین همه این مسائل تاثیرگذاره. من این پیجای اینستاگرام میبینم مثلا طرف زده روش نوین مثلا بعد با یه اعتماد به نفسی میان حرف میزنن. ببین خب من مصحح رسمی هم هستم دیگه، یعنی شماهایی که مثلا میرید زبان میخونید میایید امتحان A1 A2 B1 B2 C1 C2 میدید، میاد میشینید من روبرو نشستم و تصحیح بکنم. ما برای همین مصحح شدن هم یه دوره خاص دیدیم، یه آموزش دیدیم، یه امتحان دادیم، پدرمون در آورده رسیدیم به این مرحله. بعد میفهمیم متنا رو میخونیم میگی بابا خدایا امتحان مثلا بهتو شده 18 میلیون تومان، شما میاد 18 میلیون میدی در حد ایوان هم بلد نیستی. 18 میلیون خب دلش آدم میسوزه، من دلم میسوزه، چون اعتماد میکنید به افرادی که بلد نیستن. چرا؟ چون میخواید زرنگ بازی در بیارید. ببین یه موقع است مثلا طرف توی شهرستانی که معلم خوب نداره اونو قبول میکنن، ولی ایرانی‌ها زرنگ بازی در میاد، میره یارو پکیج میخره با 2 میلیون مثلا میخواد آلمانی یاد بگیره. بابا جور در نمیاد. نه داداش نمیشه. ببین من این حرفایی که دارم میزنم، این آموزشایی که تو تلگرام چنل بابا همش چرت و پرت. ببین من هم شغلمو دارم، هم درسمو دارم میخونم، هم موقعیتشو دارم و هیچ نیازی به این هرس خوردن و دلسوزی ندارم. شاید خصوصی اصلا نمیخوام. چرا؟ آقا نمیخوام. آقا چرا؟ اصلا نه حال میکنم، نه وقتشو دارم، نه حوصله‌شو دارم. اگرم بخوام بگم نمیگیرم، اصلا نمیگیرم. یعنی نیاز ندارم بیام خودمو در دیوار بزنم دلم بسوزه اینجوری هم هرس بخورم. یه چیزی که دلم میسوزه میگم یا آقا اینجوری که شما فکر میکنید نیست و واقعا دلم میسوزه. میبینم این پیجا واقعا هرس میخوام، مثلا لهجه حد چیا خادم لهجه داغون یادگیری بلد نیستن، یاد دادن بلد نیستن. و خودت بعد بشین سر کلاس ما زبان یاد بگیر، تو خودت 4 تا سوال ازت بکنن تو دیوار گم میشی، بعد نویگیشن روشن بکنی بتونی برسی اون جایی که بودی. اصلا نیستی داداش، دنیا نیستی. چرا میاد این پیجا میزنید؟ نوش جونتون، هر چقدر پول در میارید نوش جونتون، ولی حداقل برید 4 تا دوره خوب ببینید، 4 تا کتاب خوب بخونید. میگم ما بالای 1000 صفحه کتاب خوندیم، بالای 1000 صفحه کتاب خوندیم. من صفحه به صفحه این کتابا رو حفظم. یعنی مثلا من بگو آقا فلان کتاب 170 شیمی بود، میگم یا 170 شیمی. ببین یه چیز جالبت بگم، یه پروفسوری هست به اسم پروفسور روسلر، یه پروفسور آلمانی، خودش بکنم 60 خورده سالش. توی رشته آموزش زبان این جزء آدمای خیلی بزرگه، خیلی آدم بزرگی. یه ویدیو ازش دیدم مصاحبه است که میگه که آقا اصلا چی شد که شما به اینجا رسیدید؟ میگه من آلمانی ام دیگه، اصلا آلمانی ام، زبان مادریم آلمانی، رفتم دانشگاه گرمانیستیک خوندم. بعد یه مدت گفتم خب بابا من که بعدم برم شروع کنم درس دادن. رفتم شروع کردم درس دادن، بعد این مدت دیدم نه حاجی اصلا من هیچ بلد نیستم درس بدم. توی دانشگاه اصلا نه رفتم آلمانی یاد آلمانی درس. من هیچ بلد نیستم. کافی نیست آدم یه چیزی بلد بشه بتونه درس بده. رفت درس خون، دوره دید و الان ایشون با 70 سال سن تازه به خودش میگه آقا من پروفسور آموزش زبانم و ایشون الان میاد میگه آقا مثلا باید چیکار بکنی چیکار. ما چه جوری با خودمون با B1 B2 اجازه میدیم بیایم به خودمون بگیم آقا ما خیلی بارمون بیایم درس بدیم؟
مثلا اگه سیوان گرفتیم سیوان خوبه. ببین سیوان و C2 دو تا اسم دارن. به سیوان میگن دیپلم کوچیک، به سیوان میگن دیپلم بزرگ. به C2 آره دیپلم بزرگ زبان آلمانی. سیوان دیپلم کوچیک زبان آلمانی. سیوان سطح بالایی. C2 مثلا تو دانشگاه من فکر می‌کنم تو ایران بیشتر از 100 نفر C2 داشته باشه. و مثلا ببین تو حالا بحث مهاجرت و اینا یه چیز دیگه است، ولی مثلا بچه‌ها که میخوان پزشکی بخونن اکثرا تو آلمان سیوان میخوان. بچه‌ها که مهندسی میخونن معمولا تستاف میدن بین B2 و سیوان. آره رشته علوم انسانی و زبانت خیلی خوبه. حالا اون بحثش شده است. ولی آقا چه جوری هستن سر در نمیارم. اصلا دلیل اصلیه اینی که ما تو ایران این همه سال تو مدرسه انگلیسی خوندیم، همه میان بیرون تو دیوار. چرا؟ چون درست نیست. ببین تو آلمان تو هر چیزی میخوای معلم بشی باید این مراحل رو بگذری، چون آموزش جایگاه داره. حالا سوال نمیشه این میانبری که سوالا توی ایران میزنن، طرف مثلا میاد 6 ماه زبان میخونه، 7 ماه زبان میخونه، نه درسته همونم، بعد میاد یه پیجی میزنه شروع میکنه مثلا A1 درس میده. این فضای مجازی دیگه و عملا نظارتی هم نیست. نمیشه هم خیلی گفتش که حالا چه نظارتی، یعنی مثلا یکی بره رو اینستاگرام مثلا گیر بده یارو بزنه. این آیا مثلا تو اروپا نیست؟ یاد نمیره مثلا من تو اروپا الان این مدت زیاد دارم میبینم از این پیجایی که اصلا خود آلمانیا میان برای خودشون پیج میزنن، ولی من وقتی میرم میخونم زندگی نامشون اکثرا دانشگاه درس خوندم. اکثرا اسم رشته ما داف داتس، یعنی دویچ als Fremdsprache دویچ als Zweitsprache، آلمانی به عنوان زبان خارجی، آلمانی به عنوان زبان دوم. اکثرانشون داف داتس خوندن، اکثرانشون این درس رو خوندن. ولی یه سری آدمای عجیبی میبینم آلمانیایی که فارسی یاد گرفتن و میان درس میدن. آره اصلا اینا میگن خودش تو دیگه چی هست؟ آره اصلا شما چه اسطوره هایی هستی؟ مثلا ببین آخر یه چیزی هم که من دیدم، تو الان مثلا توی یوتیوب نگاه کن، توی اینستاگرام نگاه کن، جوری که ملت هجوم میبرن به سمت یه چیزی. خب آب گلوی مردم ماهی مثلا من مثلا دوست ازبک زیاد دارم، دوست قزاق زیاد دارم، دوست نمیدونم حالا روس نه خیلی. اینا هم فضای اون حال و هوای زبان آموزی و این شور و اینا اینجوری هست، ولی اینجوری نیستش که اگه یکی توی اینستاگرام مثلا یه پیج زد و 4 تا تبلیغات کرد یهو مثلا ظرف یه بازی کوتاهی بشه 100,000 تا بیاد بالا و دیگه امپراتوری را بندازه. این مثلا سوال می‌کنم تو اگه پیج رو فالو کنی مثلا امروز یه جمله یاد بگیری، مثلا من خیلی می‌بینم من فردا صبحش آموزش میدم اونو، اصلا کاری ندارم. تو مثلا میری یه پیج می‌بینی طرف اومده مثلا بچه‌ها امروز می‌خوایم این جمله کاربردی ما هم یاد بگیریم. جمله کاربردی ما مثلا اینه که مثلا چه می‌دونم در سوپرمارکت بخوای بگی من دنبال فلان چیزم، این یه جمله رو یاد میگیری. خب آیا فردا روزی بری آلمان همین یک جمله تو موقعیت به کارت میاد؟ قبلش یه سری حرفا بزنی، بعدش با یه سری حرفا بزنی. کم حرفن آلمانی‌ها. بابا زبان ببین اصلا 3 مرحله داریم. مثلا میگیم آقا مرحله لغت، مرحله جمله و مرحله تکست. یعنی چی؟ یعنی تو وقتی داری با بچه‌هات تمرین می‌کنی یه سری تمرینات در مرحله لغتی هستند، یعنی تمرینات یه لغت دو لغت یه لغت دو، حالا چه گرامر چه واژه‌نامه، یعنی اینو در یک لغت یاد می‌گیرن. مرحله بعد بچه‌ها میان جمله یاد می‌گیرن، مثلا میان یک جمله می‌نویسن، 2 جمله می‌نویسن. مرحله سوم وارد تکست میشی، بچه‌ها میان یه تکست بنویسن، یه تکست بخونن. اصلا این چیزا تو ایران به استاد تو اینو نمیدونن اصلا چی. نمیدونن اصلا چی. آقا بیاید بشینید با هم دیگه صحبت میکنیم. تدریس اون چیزی که فکر میکنید نیست، چون تو ایران جایگاه درستشون نداره، چون حقوق درست حسابی نداره. آقا من غیر از گوته 2 سال جای دیگه درس دادم، من با حقوق ماهی 50,000 تومان شروع به کار کردم. حقوق یک ماه میشد 50,000 تومان. چه سالی؟ 10 سال پیش. 92 9 سال پیش. آره دیگه من سال 92 3 اینا شروع کردم به تدریس. من اصلا هم ادعا نمی‌کنم که آقا من خیلی خوبم و خودم و فلان، نه، من خودم هر روز میشینم، هر روز کتاب میخونم، بخوام چند تا چیز جدید یاد بگیرم. چون همین جوری جامعه داره تغییر میکنه، نیازهای جامعه تغییر میکنه، نیازهای زبان تغییر میکنه و اصلا با موبایل و اینترنت و اینجور چیزا خیلی چیزای خفنی میتونید استفاده بکنید. اصلا آقا موبایل و کامپیوتر و لپتاپ درهایی باز کرده برای آموزش زبان که باور نکردنیه. با این چیزا چی؟ با این اپلیکیشن ها یه برهه‌ای
دولینگو و بابل آره که با اونا خیلی مخالفم. ببین مثلا دولینگو میدونی به درد چی میخوره؟ تو میخوای بری اسپانیا، در روز میخوای بری اسپانیا، میخوای تو اسپانیا خرید کنی، دنبال آدرس بگردی، غذا سفارش بدی، چیزای عامیانه. برو دولینگو رو نصب کن، عشق کن، قشنگ میزون میشه. آره تو چه لولی مثلا؟ A1 A2 تا تهش دیگه خیلی خوب یاد بگیری بیوان بعیدم میگم. آره اونقدر روون نیست. ده ایوان A2 4 تا جمله یاد میگیری. بیوان دیگه شما صحبت میکنید. و اصلا دولینگو هم بر اساسه. ببین دولینگو فقط اسم دولینگو تا جایی که ایجاد می‌خونن فکر کنم 300 میلیون دلار ارزش داره. خیلی خفن ترین آموزش سال دیگه بیزنس برتر زبان شده. ولی اونم علمی و اصولی نیست. اونم تو رشته ما رد میشه. اونم پروفسورای ما رد میکنن، استادای ما رد میکنن. چون اونم داره بر اساس روش همون ترجمه میره جلو. آقا کتاب مثلا بوک کتاب. مثلا اینجوری نیست. بچه‌ها همش دنبال اینن که آقا فارسیش چی میشه؟ فارسی این چی میشه؟ فارسی اون چی؟ ببین ما سر کلاس آلمانی مؤسسمون از که ترم A1 بچه‌ها استاد میاد کامل آلمانی حرف. یعنی من خیلی وقت کلاس A1 نداشتم. ولی هیچ وقت یادم نمیره وقتی می اومدی سر کلاس و شروع کردی آلمانی حرف زدن و بچه‌ها اینجوری نگاه می‌کردن. ببین چی داره میگه؟ همه میپرسن چی فهمیدن چیکار. یه شاگرد هیچ وقت این خاطره رو یادم نمیره. الان مطمئنم مسعود این قسمت رو ببینه. مسعود جان خیلی مخلصیم. دلم برات خیلی تنگ شده. خیلی پسر گلی بود. مسعود یه روز اومد کلاس ایوان داشتم. این پسری مسعود با رفیقش مهدی. اومدن توی استراحت ما گفتم ما هیچی نمیفهمیم. من مسعود جان اوکی میشه. نه استاد اصلا این نمیشه. آلمانی خیلی سخته. شما دارید فقط آلمانی حرف میزنید. نه مسعود جلسه دهم بیا با هم صحبت کنیم. هفتم هشتم دهم اگر درست نشد مثلا با من. آره. جلسه دهم که استاد نرفت. چرا؟ چون سر کلاس تو چاره‌ای نداری غیر از اینکه آلمانی یاد بگیری. من وقتی بیام سر کلاس بگم آقا مثلا فلان کارو کنید تو ناچارن دیر یا زود با پانتومیم و عکس و فلان اینا یاد میگیری. ما دقیقاً این کارو کردیم. ما یه ترم یه استاد اتریشی داشتیم. آخ عالی. بعد دیگه اون اصلا فارسی بلد نبود که بتونه با تو فارسی حرف بزنه. اومد دیدیم بلوند و گفتیم خب این ایرانی چه یه خورده سوال لهجه غلیظ. ما اولش بودیم اول بعد هر چی میگفت ما نمیفهمیدیم خدا چی میگه و دیگه ناخودآگاه یاد میگیره. آره مثلا می‌خواستی آب بخوری بعد بازی می‌کردی. ببین قرقر مثلا اینجوری مثلا با خودم اینا. بعد یادم همه رفتیم اعتراض کردیم. بابا ما این نمی‌بینیم زبان. بعد مدت اوکی. ترم چند بود یادت میاد؟ فکر کنم همون آیکینا بود. دو کار هم خب سیستمش خیلی شبیه ما. ببین مثلا من آلمانی رو چون دوست داشتم مثلا یه جا مؤسسه میرفتم یه جا دیگه هم میرفتم. بعد اونجایی که غالب میرفتم ولی یه جا بود یه خانم اتریشی بود اصلا از طرف سفارت میومد. نمیدونم چی هم بود داستانش. ولی ببین اصلا یه مثلا هم ما اونقدر دوج نیستیم آقا فارسی سرجاست کلا 100% ممنون. نه اینجوری هم نیست. الان علم روز آموزش زبان داره میگه آقا مرشپراخیشگاهیت یعنی چند زبانگی حسنه. تو از این حسن باید استفاده بکنی. مثلا یکی از اصولی که بهت گفتم شده چند زبانی. حالا ما تو ایران کلاسامون اکثرا آلمانی میشن هوموژن یعنی یک دسته. همه زبان مادری‌ها فارسی. ولی من تو آلمانی کلاس داشتم هیچ وقت یادم نمیره. زبان‌های مختلف 15 تا شاگرد داشتم. یونانی داشتم، آمریکایی داشتم، فلسطینی داشتم، لیبی داشتم، آفریقایی داشتم، از توگو، از کشورهای دیگه، روس داشتم، رومانی داشتم و همه اینا سر کلاس ایوان اونا سر کلاس من رفتم سر کلاس شوشن آلمانی حرف زدم و اصلا اینا انگلیسی هم بلد نبودن. آره. یعنی من اون واقعا چالش بزرگی برای من بود. آره. و من با اینا 7 ماه کار کردم. و حالا بعد 3-4 ماه دیگه فوق‌العاده شدن و مثلا خیلی جالب بود. مثلا چند وقت پیش یه خانم آفریقایی بود سر کلاس هم از توگو اومده بود. به من تو واتساپ پیغام داد امیر. گفتم که مثلا سلام و احوال فلان جانم. گفت من امتحان بیوانم قبول شدم و مجوز زندگی تو آلمان رو گرفتم. خواستم از شما تشکر کنم. مثلا اشکی بود از چشم من جاری شد. بیا پیجم بزن شروع کن درس. آلمان نمیاد همچین کاری بکنه. خب ولی تو ایران این کارو مردم میکنن. خب خلاصه از این چند زبانگی میشه استفاده کرد. آقا مثلا سر کلاس اگه بچه یه چیزی رو دقیق نفهمیدن تو میتونی از این چند زبانگی استفاده کنی و یه جا فارسی حرف بزنی که این درست بیفته. ولی داستان چیه؟ بچه‌ها میان میگن آقا ما A1 و A2 رو مثلا توی مؤسسه خود خصوصی میخونیم، مؤسسات در و داغون میخونیم، به استاد برمیخونیم، B1 یا B2 یا C1 اینا رو
میایم با استادای خوب میخونیم. جان اسلام هست. اصلا اونو ولش، من اونو حالا بحثش وسطش یه پرانتز باز کنم. ببین یه ساختمون اگه میره کلمه کج ساخته بشه، آره تو طبقه پنجم نمیتونی بیای بگی خب صافش میکنم. بعد چیکار بکنی؟ خرابش کنی. کل ساختمون رو خراب بکنی. خرابم نمیشه دیگه. دیگه خرابم نمیشه. یعنی شاگرد میاد بی تو التماس هم میکنه آقا این ترم پاسم کن. گفتم آقا من تو رو پاس کنم. ترم دیگه چی؟ ترم دیگه هم نه. ترم دیگه چی؟ دیگه 31 رو گرفته میره دیگه. 31 نه، این که 31 نمیشه. تو کلاسو بگذرونی که مدرک نی. بعد بری آزمون بدی. آزمون رو میخوای چیکار بکنی؟ اونجا بهش میگن دی نکت ریالیتی، واقعیت لخت، واقعیت تلخ. اینو مواجه میشی اصلا بلد نیستم چه افتضاحی. چیکار باید بکنم؟ نمیتونی دیگه بسازی از بکوبیت ته بسازی. میدونی من برام خیلی مثلا میگم آقا واقعا چرا اینقدر جایگاه آموزش تو ایران پایین؟ ما تو گوته بعد اینکه 6 ماه دوره معلمی رو دیدیم، با تمام این اسکیل‌ها آشنا شدیم، تمرینات آنلاین هر هفته 100 تا تمرین آنلاین داشتیم. من یادم نمیاد دوره معلمی با 21 سال سن روزی 10 ساعت من تو کتابخونه مؤسسه داشتم درس می‌خوندم. صبح تا شب، چون به ما کار میدادن. میگفتن آقا این 10 دقیقه رو درس برنامه‌ریزی بکنی برای ما هفته دیگه بیاری. 10 دقیقه، 5 دقیقه، 20 دقیقه. دو نفر با کار می‌کرد. این 6 ماه گذشت. ما تمرینات آنلاین رو انجام دادیم، فیدبکش خوب بود، رسیدیم به دوره عملی. دوره عملی چی بود؟ مؤسسه سری اساتید مشخص کرده بود، گفته بود برید سر کلاس استادا بشینید. دیگه شما شروع می‌کردید تدریس کردن؟ نه میرفتیم میشستیم سر کلاس. تازه رفتیم نشستیم سر کلاس. اونجاها بود که رئیسم به من میگفتش که تو استعداد داری و به فکر این باشی اینجا استخدام شی، شروع کنی به کار کردن. و مثلا من با این ویژن رفته بودم که آقا من بعد این مدت برگردم، یعنی فقط این مدرک رو بگیرم برم جای دیگه درس بدم. با این دید رفته بودم و خوشم اومد، ترغیب شدم، علاقه‌مند شدم، کار کردم و تونستم در آخر مثلا مشغول کار شدم. خلاص وارد دوره عملی شدیم، رفتیم میشستیم سر کلاس استاد درس میداد، ما نکته مینوشتیم، از استاد کمک میگرفتیم، یه هفته، 2 هفته، 3 هفته، یه ماه میشستیم سر کلاس این استاد. بعد یه ماه به ما گفتن خب 45 دقیقه بیا درس بده. جالبه. بعد این 45 دقیقه رو خود رئیس و مثلا یکی از معاونین میومد میشه سر کلاس. ما 45 دقیقه درس میدادیم، برنامه درس بعد مینوشتیم. استرس نمیگرفتی؟ طرف میومد سکته بودم بابا. اصلا یادم نمیاد تو. حالا چیزا می‌کردی؟ مثلا کلمه رو می‌پرسیدی خب شما بگو مثلا شما نه اینطوری نبود. اینجوری نبود. نه. برنامه درس رو بعد مینوشتیم و کارا می‌کردیم 45 دقیقه درس می‌دادیم، بعدش جلسه داشتیم. میومدن راجع به 45 دقیقه با ما حرف می‌زدن. میگفتن خب به نظر خودت کجا خوب بود؟ کجا بد بود؟ بعد با حرف می‌زدن، با بحث می‌کردن. ما 3 تا از این آزمون‌های کوچیک 45 دقیقه‌ای داشتیم. بعد این 3 تا یه روز خودت مشخص می‌گفتی من فلان روز می‌خوام 90 دقیقه درس بدم. اون آزمون استخدامی. یعنی ما 1 سال دوره دیدیم و من اینجوری بودم که اولین نفر گفتم آقا من دیگه استرسش داره نابودم می‌کنه، من می‌خوام آزمون رو بدم تموم شه، یا میافتم یا قبول میشم دیگه، تأشیری چیه. و خدا رو شکر مشغول به کار شدم. بعد 1 سال مؤسسه اومد یه دوره‌ای گذاشت، گفت آقا این استادایی که قراره بیان سر کلاسشون معلمای جدید ازشون یاد بگیرن بعد یه دوره جدا ببینن. یعنی چی نفهمیدم؟ من میرفتم سر یه کلاس استادی میشستم. خب این استادایی که قراره استادی بره حالا پای کلاس یکی دیگه. نه ببین این استادایی که مثلا انتخاب میشدن من میرفتم سر کلاس تو یاد بگیرم. آره. مؤسسه من گفت ما برای این استادا 7 نفر 8 نفر 10 نفر ما برای اینا یه دوره جدا بذاریم که یاد بگیره چجوری با این معلم جدیدی که اومده سر کلاسش باهاش برخورد کنه، چه نکته‌هایی داره، قبل کلاس بعد باهاش جلسه داشته باشه، بعد جلسه. من خدا رو شکر به لطف خدا جز اون معلمایی بودم که انتخاب شدم برای این دوره با 1 سال کار. یعنی نه تنها خدا رو شکر استخدام شدیم بعد وارد این کارم شدیم. یعنی این مدرک رو تو آسیا شاید 20 نفرم نداشته باشن چون مدرکش از آلمان صادر شد. و من از اون به بعد معلما میومدن سر کلاس من همین کارو با معلمای دیگه می‌کردی. من مثلا قبلش باهاش صحبت می‌کردم، سر کلاس من میشست، بعدش باهاش صحبت می‌کردم، مثلا 20 25 نفر معلم من از زیر دست من رد شد. و چقدر کمک می‌کرد هم به من معلم هم به اون، چون منم از اون یاد می‌گرفتم. مثلا میگفت آقا خیلی یا بچه‌ها میگفت معلمه بودن گفتش اینجا رو اگه اونطوری کار می‌کردی بهتر نبود. من رفتم روش فکر کردم آقا راست میگه و خودم یاد گرفتم، برای تدریس خودم استفاده کردم. اینجوریه.
تو ایران میری مثلا من میگم TTC ها چجوریه، با این TTC که تو ایران مؤسسه دارن برگزار میکنن با چه روشیه، با چه کتابیه؟ مثلا خیلی کوتاهه، یعنی شما میری مثلا 4 هفته. ما 1 سال دوره دیدیم پسر گو، 1 سال دوره دیدیم، پیر شدیم. از 50 نفر مصاحبه کردیم، 10 نفر وارد معلم دوره شدیم، 7 نفر استخدام شدیم. یعنی از 50 نفر 7 نفر استخدام شدیم. برای همین خب خدا رو شکر وارد شدیم، حقوقمون هم با جای دیگه خب طبیعتاً هم برابر نیست، حقوقمون بیشتره. ولی خب بابا یه راه طولانی دراز مدت ما رد کردیم این نقطه رسیدیم. اینجوری نیستش که هر کی بیاد بگه آقا میتونم معلم باشم. مسئولیت داره. تو اون شخص رو قراره بفرستی برای آزمونی بیوانی بیتوی سیوانی، پول باید بده، خرج باید بکنه، بعد حساب کنه روی اینکه قبول میشه نمیشه، حدودی حتی بدونه که چیه خروجیش. اصلا فاجعه است. به خصوص الان که موج مهاجرت وحشتناک شده، یعنی انقدر تقاضای زبان آلمانی زیاد شده ما باورمون نمیشه. سفارت آلمان من تو این چند بار رفتم، عالیه. یارو میاد جلو سفارت، دیدی دیگه همه فاز اینن که مثلا تا یه خورده ببینن یارو بلنده دیگه میزنه کانال آلمانی و یه دو تا جمله میگه، بعد یارو میگه که آقا تو رو خدا همون فارسی رو دوست عزیز ادامه بده. نه من میخوام به آلمانی، الان اونجا اصلا جا پوزیشن به آلمانی به من گفتن بیا بی ام و دنبال منه، اصلا مرسدس بنز فرش قرمز پنگ کرد. خب ببینم ما ایرانی‌ها خدا رو شکر استعداد خوبی هم داریم و آلمان دنبال نیروکاره. حالا اصلا بحث خیلی هم مهاجرت کردن، یعنی الان 2 میلیون سوری رفتن اون سال. ببین آلمان 1 میلیون اوکراینی گرفت، اوکراینی گرفت، از آفریقا گرفت، از فلسطین گرفت، از یمن گرفت، خیلی پناهنده گرفت. ببین تو آلمان بالای عدد دقیق بگم، من نگاه میکنم ببینم که ویدیو اوکیه، بذار من آمار دقیق بدم. خب الان میگه که 48% بالای 12 میلیون انسان تو آلمان زندگی میکنن که ریشه خارجی دارن. نه خب چقدرشون مهاجر بودن تو این دو سال؟ اکثرشون مهاجر بودن رفتن اونجا موندن دیگه. یعنی کلا 12 میلیون انسان در آلمان زندگی میکنن ریشه خارجی دارن. کلا جمعیت نزدیک 84 میلیون. خیلی زیاده. آره دیگه خیلی زیاده. البته تقریبا مشابهش مثل اینجا هم هست، فقط با یه مقدار تفاوت دیگه. ببین اینجا مثلا ما افغان‌ها رو داریم ولی تو لول متخصص نیستن. آلمان به نظرم کاری که میکنه این که میگه شما تو لول‌های مثلا مید لول به بالا بیاین تزریق بشین، من نیروی کار میخوام ولی نیروی کار میخواد، سربار نمیخوام که مثلا بیای. ولی خلاصه بحث تدریس برای من خیلی مهم بود راجعش صحبت کنم و به نظرم جزو موضوع مهمی که خیلی دوست داشتم با چند تا معلم دیگرم بیاریم تو این قسمت، انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی، بشینیم با هم حرف بزنیم، نظرهای اونا رو بشنویم. ولی برای من خیلی موضوع مهمیه. آقا من اگر دوست دارید، ما اصلا هیچ مشکلی من فکر نکنید من این حرفا رو میزنم احساس رقابت آدم میکنه، نه خب اصلا بس اینا. میگم من کارم دارم، شغلم دارم، درسم دارم، اپلیکیشنم دارم، احساس نیازی نیست، احساس دلسوزی. بیاید آقا ما بهتون 4 تا کتاب معرفی می‌کنیم. آقا اصلا 50 میلیون معلم زبان آموزی داشته باشم مشکلی ندارم، ولی اصولی آقا بیاید ما 4 تا کتاب خوب بهتون معرفی کنیم، برید بشین خودتون کتابا رو بخونید، همون کتابا سلف استادی بشین معلم بشید. بازم من میگم باشه دمتون گرم. 4 تا میشه، یعنی 2 تا کتاب بخونید پیج بزنید. 2 تا کتاب نه، 7 تا کتاب الان زیادش می‌کنی. نه 6 تاست، جلد 1 تا جلد 6. 6 تا جلد، این 6 تا رو آدم بشینه بخونه. در 13 تا سال، ولی 1 تا 6 رو بخونی کافیه. آقا اصلا یادگیری چیه، این چارچوب اروپایی‌ها چیه، اسکیلا چیه، گرامر چجوری تدریس میشه، واژگان چجوری تدریس میشه. من ممکنه خودم خیلیش الان رعایت نکنم، نمیگم من تدریسم خوبه، شاید منم اشتباه بکنم و قطعا هم میکنم، ولی هزار تا داستان میفهمم. خلاصه که این صحبت‌های من الان چیز خاصی دیگه ای تو ذهنم نمیاد آجا. به نظرم یه حرکتی که میتونیم بزنیم اینه که ادامه این قسمت‌هایی که در مورد زبانه رو میتونیم بچه‌های دیگر رو هم اضافه بکنیم. من اصلا خیلی دوست دارم اگر کسی آلمانی دوست داره معلم بیاد به ما کامنت بذاره، ایمیل بزنه، بشینیم با هم دیگه از این قسمت ضبط بکنیم، چه آنلاین چه حضوری ضبط بکنیم، با هم دیگه بحث بکنیم،
گفتگو بکنیم، شاید من اشتباه بکنم، شاید شما اشتباه بکنید، به این نتایجی برسیم. من خیلی دوست دارم ارتباط داشته باشیم و اگر علاقه دارید به ما ایمیل بزنید، کامنت بذارید و میتونیم این کار رو ادامه بدیم. و اگر هم موضوعات دیگه‌ای دوست دارید که راجعش صحبت کنیم حتما ما بگید که ما کلا تو این پادکست سعی کردیم برای هر سلیقه‌ای یه چیزی داشته باشیم. الان در قسمت بعدیمون برنامه داریم با یه موزیسین خیلی موفق، با یه خواننده موفق، با یه مربی ورزش موفق. مثلا همین ورزش دوباره برگشتم به این مثلا آقا همه مربی باشگاه شدن، هر کی لاغره مربی. آقا اصلا داستان چیه؟ چجوری همتون ادعا؟ ببین دقیقاً عین زبان شد. ببین کسی که میخواد بگه من مربی باشگاه بعد بره درس دانشگاهیشو بخونه، بفهمه آقا اصلا بیولوژی بدنی چیه، آسیب شناسی چیه. آقا مثلا من این کارو کردم رو بدن من جواب داده، دلیل نمیشه رو بدن تو جواب بده. الان چجوری شما مسئولیت قبول میکنید، شاگرد قبول میکنید؟ شاید آسیب بهش برسه، شاید مسئولیت بده، شاید یه مکملی بهش بده که نباید بخوره، شاید یه تمرینی باید بکنه که نباید بکنه. الان اگه یه شاگرد بیاد پیش تو بگه آقا من آریتمی قلبی دارم، تو میدونی باید بهش چه تمرینایی بدی، چه تمرینایی نباید بدی؟ اینکه خودت هیکلت خیلی خوبه و مثلا سیکس پک داری و نمیدونم 5 سال داری بدن سازی میکنی، آیا دلیل بر این میشه که مربی باشی؟ آیا یک مربی خوب نباید بره دوره مربیگری ببینه؟ آیا نباید بره دوره؟ تازه من میدونم دوره مربیگری هم درجه بندی داره، پایین داره بالا. میدونم رشته دانشگاهی تربیت بدنی داریم، فیزیولوژی داریم، آسیب شناسی داریم و رشته هایی. تو بری اینا رو بخونی، یه شاگرد اومد پیشت بتونی چند تا چیزی بهش بگی. آقا من چرا لاغر نمیشم؟ من چرا چاق نمیشم؟ من چرا عضله نمیسازم؟ اینا همه دلیل داره. تو وقتی خودت رو بدن خودت جواب دادی، مثلا رو تو مثلا میزنم برنج جواب داده، دلیل نمیشه رو تو هم جواب بده. هر چیزی اصولی داره. آره. خلاصه اینجوری خیلی قسمت من خالی شدم. خوبه سواد شدی؟ آرامش می‌کنی. خب من برم فعلا یه پیج آموزش زبان بزنم ببینم چی ازش در میاد. مراقب خودتون باشید، ما رو حمایت کنید. خوشحال میشیم نظراتتون رو بدونیم و صحبت می‌کنیم. امیدوارم که حال کرده باشید به این قسمت و اینکه تا قسمت دیگر خداحافظ. فعلا مخلصیم.